شدیم دیگه واقعا نشدیم. چیزهایی به نام دین خدا میکنیم، کارهایی میکنیم که والله اگر در بساطی هیچ عطار پیدا بشه نامش هم میگذاریم. ما با بعضی از دوستا شوخی میکنم، میگم بعضی کارهایی که ما به نام دین در افغانستان انجام میدیم که میگیم ما به خاطر خدا و خاطر دین میکنیم کارا را، شما اگر در یک کشوری دیگه بروید بیرون از افغانستان، کشورهایی که ما سفر کردیم و دیدیم، اگر در اونجا این رقم تعامل کنید فوراً طرف پلیس زنگ میزنه میگه بیا که اینجا یک دیوانه سر راه مر گرفته، روانی ببر به شفاخانه ببر. اصل دین رسول صلی الله علیه و سلم است و محمد برسان خیش را که دین همه اوست. اگر به او نرسیدی تمام بولهبی است، عمر بیهوده مصرف. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. در شخصیت رسول برای شما الگو است، اخلاقش، رفتارش، سیاستش، اقتصادش، تعاملش، همه برای شما می‌نویسه الگو است. بخوانید ببینید با همسرانش چی بود. رفیق بوده، بهترین دوست. وقتی در جامعه ما و شما گپ میشنید که سنت رسول الله است، خب پرسان کن از این سنتایی که در خانه رسول الله انجام میداده چند تا حالا انجام دادی؟ شده یک روز با لیلا یک مسابقه را گذاشته باشید، مگر این سنت رسول الله نیست؟ رسول الله با همسرش دوش نمیکرد؟ شده یک روزی همسرت گرفته باشی بیا بریم همسر عزیزم حداقل فلان جای یک جشن است، یک مسابقه است، یک مجلس کلان است، بیا بریم کنار به کنار شانه به شانه میشینیم با هم نگاه میکنیم. مگر این سنت رسول الله نیست؟ رسول الله وقتی جمع کثیری از صحابه در صحن مسجد نبوی بازی میکردن، تیراندازی میکردن، میدان رزمایشی بود، با زیباترین همسرش، با جوانترین همسرش عایشه رضی الله تعالی عنها در اینجا اشتراک میکنه. به قدر قضیه طولانی میشه بار بار برای عایشه میگه عایشه خسته نشدی؟ سر عایشه اینجا گذاشته است نگاه میکنه مجلسه. تو امروز یک شیخ الحدیث ما با لیلایش بره در یک جای بنشینه در یک مجلس، مردم چی اوه خدا میگه خبر داری؟ به قرآن میگه مولوی سید مسجد امروز امروز زنی دیدم به بازار. خب چی کار شد؟ مگه آسمان به زمین آمد؟ کل اینمی صدار خود ما ساختیم، اینمی بدبختی خود ما به می جامعه ایجاد کردیم، فضا رو چنان بسته کردیم، چنان تنگ ساختیم که وقتی یک روز یک کسی با خانمش میبینه همه تعجب، حاجی صاحب با خانمش به فلان جای، مولوی صاحب با فلان استاد در فلان جای با خانمش دیدم. خب باشه دیدم. شب و روز نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم شبی با همسرش در کوچه های مدینه قدم میزنه، چند نفر صحابه ایستادن. والله که اینا روایات است. پیامبر برمیگرده برای صحابه چون شب تاریک بود، برای اینا میگه که چون انسان هستید مبادا در ذهنتان کدام چیز خطور کند، نباید انسان خود در یک موقعی قرار بده که مردم به او تهمت ببندن یا بدگمانی بکنن.